سلام به رفقای گلم، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی آموزشی دیگه. امروز اومدم یکی از مهمترین فارمای بازی رو بهتون آموزش بدم. این فارم بعد از فارم آهن یکی از مهمترین فارمای بازیه، چون که میشه باش کلی حرکت زد، میشه باش فارم درست کرد، فارم درخت درست کرد، فارم شوگرکین درست کرد و کلی فارم بشه باش درست کرد و کلی هم میشه باش حرکت زد. خب برای همین اومدم امروز آموزشش رو بهتون بدم و خیلی به دردتون میخوره. امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. متریالای فارم اینا هستن. خب من از روش نمیخونم که زمان ویدیو گرفته نشه، فقط اول کاری بگم که اینا تعدادشون دقیق نیستش. اونایی که مثل این 64 تاست با این، یعنی که تعداد زیادی از اینا میخوایم. اونایی هم که مثل این 2 تاست یا 10 تاست یا 16 تاست، یعنی مثلا تعداد کمی میخوایم، زیاد نمیخوایم. خب بریم بسازیمش. در مرحله اول یه تایمر درست میکنیم به این شکل. خب بعد اینجا ریپیترمون رو میذاریم، اینجا ردستونمون رو، اینجا ردستون توش، اینجا لول. چی کار میکنیم؟ اینم کلده قطع و بس کنشه، اینو بزنیم قطع میشه. خب بعد اینجا 2 تا بلاک میذاریم، بعد 2 تا استیکی پیستون میذاریم اینجا هم دوباره 2 تا بلاک. حالا میایم پشت استیکی پیستونا ردستون میذاریم، بعد جلوش 2 تا سند میذاریم، بعد دیگه دورش هم با بلاک میپوشونیم. بعدش که با بلاک پوشوندیم این سنده رو اینجا میذاریم. الان اینو روشن کنیم میبینی که این میاد جلو. در مرحله دوم اینجا 2 تا بلاک میذاریم و 2 تا پیستون هم روش میذاریم به این شکل. بعد دورشو با بلاک پر میکنیم. بعد اینجا اسلپ میذاریم، بعد اینجا ترپتور. بعد میایم زیر فارم اینجا 2 تا چست میذاریم. حالا یه دونه هم خواستی بذار، فرق نمیکنه. بعد 2 تا هاپر بهش وصل میکنیم، روش 2 تا کامپوستر میذاریم و هاپرامونو به کامپوستر وصل میکنیم. بعد یه حالت اینجوری در میاد. بعد شیشای جلوی فارمون شکل داره. شیشای فارمو به این شکل میذاریم. در مرحله سوم میای اینجا یه حوض آب واسه خودت درست میکنی، آب بی‌نهایت که بتونی آب از توش برداری. بعد سطل خالی رو برمیداری و پرش میکنی. این کار برای سوروایوله، برای کریتیو نیست. من کریتیو هم اینو میتونم همه جا چیز کنم، ولی خب تو سوروایول اینجوری که نیستش. بعد میای اینجا آبادو اینجا خالی میکنی. بعد که خالی کردی یک کلپ اینجا میذاری، یک کلپ هم اینجا. بعد میای نمیدونم اسم اینا چیه، اینا رو میذاری اینجا اینجوری. ببین ردیف دومه گذاشتم اینجا. خب الان کارش تمومه، فقط بریم دیگه کارهای آخرشو بکنیم، یعنی مرحله آخرشو بریم و اوکیه. در مرحله آخرم یه تایمر اینجا درست میکنیم عین پایین. خب فقط تفاوتش با این پایینیه
اینه که اینجا 2 تا تیکه اینو باید فعال کنیم که با تأخیر روشن و خاموش بشه. اینجا هم ردستون میذاریم و بعد اینجا هم یه ردستون، بعد اینجا هم به این شکل. ای بابا. بعد اینجا رو سیم کشی میکنیم، اینجا رو باید ردستون تورچ بذاریم. بعد اینو بذار خاموش کنم، یه لیور هم اینجا باید بذاریم اینجوری. الان فارم ما آماده است، فقط کافیه که این بالایه رو اول روشن کنیم، بعد این پایینیه رو. یکم تنظیم داره، باید یه هماهنگی بین این 2 تا دستگاه صورت بگیره. ببین الان درست. الان فارم ما به این خوبی کار میکنه. اینجا بندونام میاد اینجا و دیگه تموم. حالا یه چند تا نکته میخواستم بهتون بگم. اولین نکته که میخواستم بهتون بگم، بذار اینو خاموش کنم. خب داشتم میگفتم اول نکته که میخوام بهتون بگم اینه که موقعی که میخواید این دستگاه روشن کنید ممکنه کار نکنه. خب برای چی کار نمیکنه؟ به خاطر اینکه باید این تایمر پایینی با بالایی یه هماهنگی صورت بگیره که یه چند بار بعد خاموش روشن کنید که هماهنگی صورت بگیره، وگرنه فارم مشکل نداره. بعد دومین نکته که میخواستم بهتون بگم اینه که ماینکرافت بدراک یه باگایی داره. خب این فارمو وقتی توی گوشی ضعیفی بسازی، از بازی خارج بشید و مثلا امشب بازی کردید ولی دوباره صبح میایید بازی کنید، وارد بازی میشید، این فارم خراب میشه. یه حالتی واسش پیش میاد که الان بهتون نشون میدم. این حالته واسش پیش میاد. این 2 تا شنایی که میبینید الان افتیده زیر پیستون. خب اصل کار این دستگاه اینه که این 2 تا بلاکی که زیر پیستونه خالی باشه و یه باگی درست میشه که الان نشونتون میدم. بذار روشن کنم. یه باگی درست میشه که این شنه انگار میفته پایین دوباره میاد بالا. خب به خاطر این باگه این کلپایی که این بالاست رشد میکنه و اون پیستونایی هم که اون بالا گذاشتیم تو سرش میزنه و اینجا میندازدش پایین و تبدیل به بنمیل میشه. و اگه مثلا این فارم روشن باشه و از بازی خارج بشید و فرداش بیاد دوره تو، حالا فرقی هم نمیکنه، شاید مثلا اون لحظه خارج شید دوره برید تو، این باگ میخوره، شنا میفته این پایینه و فارمتون خراب میشه. اگه همچین اتفاقی افتید، شنای اینجا رو بردارید بیارید دوباره بذارید سر جاش. این شنای بالا میفتن پایین. این اتفاق واسه شون میفته. بعد خلاصه میخواستم بهتون بگم که هر وقت از بازی خارج میشید این دستگاه رو خاموشش کنید. خب رسیدیم به آخرای ویدیو. اگر از ویدیوم خوشت اومد ویدیومو لایک کن و اگر از ویدیوهای بنده تو این کانال خوشت میاد کانالمو سابسکرایب کن و حتما کامنت هم بذار. راستی اینجا که دورشو حسار کشیدم یه دستگاهیه که میتونی باش این چند مورد نظر دو سری پیدا کنی. ویدیوی قبلیمه، اگه دوست داشتی برو اینم نگاه کن. خب خیلی ممنون، خدا نگهدار.